امروز درد از کجا برات میرسه؟ ضربه مسلمان میزنی، ملای ما می کارا را میکنه. خشونت و دشمنی را قطعی او آدم داری، بیا سلفیت بدنامیش بیان کن، بیا مردمای مخلصه واره یا این طور هستن امالله نامالله امالله غلط که از جامعه مدینه فارغ میشی، ولی باز با مردم چی اعلان میکنه؟ این سلفی ها را پشتیش نماز نخوانی سری جراب مسح میکنه، یا بعضی گپایش با ما معلوم است. لعنت الله سری تواری والله، لعنت الله سری تواری والله. از کجا فارغ شدی؟ کدام کتابی حدیث خواندی؟ لعنتی به خاطر مادیات دنیا تو فقط قومت مقتدیای درازی میسازی که بان یک کمی بدی سلفی ها را بیان کنم یا مرا خوش کنم. بله ایمان سری الله نداری، عبد الدینار و عبد الدرهم و عبد الخمیسه تعیسه. رسول الله گفته که تعیسه هلاک شوه این بنده ها را. این بنده های چادر است، این بنده های دنیا است، این بنده های درهم و دینار است. اینطور مردم است. على درب